خلاصه تمام حدیث ها را علماهای دین گفتند که الان همین ماه بخشیدن گناه ها است. هم خدا میبخشه هم شما ببخشه. این گناه این ماه بخشه. فمن حرس علیه کان مغفور الذنب غانما. پیغمبر اسلام میگه هر کس که بسیار حریص باشه، تشنه عبادت باشه در ماه شریف رمضان، خداوند همه گناهاش میبخشه. اگر تشنه عبادت باشه، لیکن اگر مسجد اومدی برای گپ زدن یعنی اخلاق در غیر رمضان چخیل به دروغ میگفتی، فریب میکردی، در ماه رمضان هم همون رفتار رو دوام کردن گرفت، از این معلوم است که خود تشنه بخشش گناهات نیستی، نمیخوای الله گناهات رو ببخشه. اگر بخوای خداوند گناهات رو میبخشه. و من فرط فیه صار شقیقا غارما.